چشمانمان را باز می‌کنیم و جهان را در حال تغییر و دگرگونی می‌یابیم. جهانی که در آن دانش و تکنولوژی زندگی روزمره را به تحول می‌کشاند. در چنین جهانی ما در خط مقدم تغییرات قرار می‌گیریم و استعدادهای جوان را حول محور علم و فناوری متحد می‌کنیم. ما می‌دانیم این کار را چطور انجام دهیم. بهتر از آنچه تا به حال روی داده است. ما در دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی شریف یک رخداد سالانه فیزیک ترتیب می‌دهیم که در آن دانش آموزان، معلمان، محققان، دانشمندان بزرگ و پیشگامان صنعت گرد هم می‌آیند. این رخداد آغاز یک حرکت بزرگ در سطح ملی است که فیزیک و آموزش فیزیک را به سطحی نوین ارتقا می‌دهد. این رخداد بزرگ کاپ فیزیک ایران نام دارد. ما سالانه 17 سوال باز علمی منتشر می‌کنیم که جنبه‌های متفاوت از پژوهش را در بر می‌گیرد. شرکت کنندگان ماه‌ها برای حل این مسائل تلاش می‌کنند و سطح خویش را از فیزیک مبتدی فراتر برده و در این راه از کار تیمی، ارائه عمومی، مدیریت پروژه و مباحثه علمی بهره می‌برند. مسابقات کاپ فیزیک ایران تنها چند روز به طول می‌انجامد، اما در واقع مقدمه‌ای بیش از ماه‌ها در بر دارد که هزاران نفر را به چالش می‌کشد. کاپ فیزیک ایران فقط یک مسابقه نیست، بلکه یک پلتفرم باز آموزشی است. در این راه مدارس و دانش آموزان تحصیل و آموزش را با آزمایش، مطالعه و پژوهش حقیقی همراه کرده و به سطح جدیدی ارتقا می‌یابند. با ما بودن به معنای ماندن در قلب یک واقعه بزرگ علمی در سطح ملی است. دیدار ما کاپ فیزیک ایران.